با سلام خدمت کاربران محترم، احمد پاکیزاد هستم با یکی دیگه از آموزش های کیبورد های کورگ در خدمتتونم. تو این ویدیو تصمیم گرفتم که آموزش لود ست رو براتون توضیح بدم که خیلی از کاربران که این کیبورد ها رو مثلا حالا پیا 700 پیا 1000 تازه خریدن و نمیدونن به چه صورت باید ریتم ها رو داخل این کیبورد لود و فعال کنن. خب ببینید، شما موقعی که ستی رو حالا از اینترنت دانلود میکنید یا میخرید یا حالا به هر نحو اون رو تو فلش باید بریزین تا انتقالش بدین به کیبورد. حالا چجوریه؟ برای شروع کار موقعی که فلش رو زدین به کیبوردتون، دکمه مدیا رو از کیبورد میزنید. حالا فرض میکنیم که الان دیسک ماست. موقعی که برید تو یو اس بی، عرض خدمتتون تو اینجا کل لیستی از ست هاتون رو میبینید. حالا هر کدومی که خواستین میتونید ببینید. کل شما باید ست هاتون، ست هایی که دارید، نام ست هاتون آخرش نقطه ست باشه تا کیبورد اون رو شناسایی کنه. اگر موقعی که شما مثلا میگم تغییر نامی میدید تو ستتون، حتما آخر نامی که میدید نقطه ست باشه تا کیبورد اون رو به عنوان یه ست شناسایی کنه. الان مثلا تو اینجا من یه سری پوشه دارم، مثلا نیو فولدر، آخرش چی نیست، میبینید اصلا هیچ نقطه ست نداره و این رو به عنوان یه پوشه ناشناس معرفی میکنه برای ما دیگه. میگه این پوشه ناشناس و هیچی هم داخلش ننوشته. اگه نقطه ست باشه، ببینید اینجا، حالا اینها همه نقطه ست، اینا همه ست هستن و پی ست نوشته، یعنی اینها به ست های کیبورد کورگه. حالا برای لودش ممکنه که شما لود بزنید، مثلا این ست برای پیا 900. خب لود رو که من بزنم بهم یه پیغام و خطا میده که خیلی از کاربران این رو از من میپرسن که چرا این پیغام رو میده، که به اصلا چه دلیلی داره که مگه این ست کورگ نیست. خب بس این پیغام واسه چیه؟ ببینید میگه که این فولدره نمیتونه یه سری این ست رو کلا لودش کنه. چرا؟ به دلیل اینکه تو این فولدر من بازش میکنید. ببینید یه سری فایل ها، یه سری پوشه ها هستن که تو کیبورد های جدید کورگ، کیبورد های پیا 700 و 1000 و فور شناسایی نمیشن. این پوشه ها فقط تو کیبورد های پیا 600 و پیا 900 و پیا تری هستن، مثل این پرفورم. ببینید داخلش خالی و پوشش هم سفیده، قابل شناسایی تو کیبورد پیا 1000 پیا 700 فور نیست. این پوشه است یک دلیلش که اون پیغام که برای شما میاد و دیگه ببینم، آره همون اینه دلیلش. یعنی این پوشه رو اگه من حذفش کنم و برگردم ست رو، پوشم رو لود کنم، دیگه این پیغام نمیاد، به هیچ وجه نمیاد، چون اون رو میگه که این رو برای کیبورد ناشناس. خب تو پرفورم چی بود؟ تو پی 600 پرفورم به عنوان صداهای ما بود، یعنی رو STS ها و صداهای ما بود که قابل شناسایی بود. کل صداهای ست تو پرفورمه. برای اینکه ما ست رو بتونیم لود کنیم باید این پرفورم رو تغییر نام بدیم به کیبورد ست، یعنی به این چیزی که تو اینجا نوشته. ببینید کیبورد ست، یعنی دقیقاً این رو بدون فاصله اگه تو اینجا تایپش کنیم، البته نمیشه، باید تو کامپیوتر این کار کنید، تایپش کنید، تغییر نام بدید اینجا، یعنی شکل این میشه دقیقا مثل این. ببینید من به عنوان مثال یه دونه دیگه اینجوری میشه. ببینید کیبورد ست، این الان برای کیبورد کورگ پیا 700 4000 اینا قابل شناسایی. حالا اگه همین رو بریزید تو پیا 600، این قابل شناسایی نیست. حالا این یه تغییری بوده که رو هر دو کیبورد دو مدل یا دو خانواده کیبورد دادن. حالا من نمیدونم چرا این کارو کردن. حالا این بوده. شما میتونید از اینجا
این رو تغییر میدید. حالا اگه نه خواستین تغییر حالا مثلا کامپیوتر دسترس ما نیست، این کار رو ما نمیتونیم حالا فعلا انجام بدیم. خب برای این کار میاید بازش میکنید و اینها رو تک تک خودتون لود میکنید، میذارید تو یوزر 1 اوکی یس میزنید، دومیرم به همین طریق 2 یس میزنید، سومیرم به همین طریق 3 میزنید و الی آخر 4 5 6 7 8 تاست. خب 8 تاست. اینها رو به همین طریق لودش میکنید و کلیه این پرفورمتون وارد میشه تو کیبورد ست دستگاه. خب حالا شما که دیگه نمیتونید ست رو به صورت کامل لود کنید، پس باید بیایید ست رو تک تک لود کنید. اینها رو تک تک لود یس میزنید، همه رو پد لود یس پی سی ام. این پرفورم رو باید چون به صورت قابل شناسایی نیست باید برید توش و اینها رو یه دونه لود کنید و تو سر جای خودش. ساوند بوک، اگه ساوند بوک زیاد مهم نیست، ساوندتون ببین اینجا اینطور بگم، اگه شما ساوند رو لود میکنید دیگه نیاز نیست پی سی ام رو لود کنید. چرا؟ چون که ریشه ساوند توی پی سی امه. یعنی شما اگه اینجا اینها رو دارید دیگه، یوزر 1 و 2 و 3، یعنی اینها چسبیدن، این ببین داخل اینها یه سری سمپل است. خب مثلا داخل این یه سری سمپل، این ریشه های این چسبیده به پی سی ام ما. پس شما تو اینجا تو کلا تو لود ست ها پی سی ام رو لود نکنید، ولی در عوضش بیاین اینجا ساوند رو یک بار ساوند رو که لود کنید ممکنه یه 3-4 دقیقه وقت ببره تا لود بشه. لود که شد دیگه پی سی ام رو به هیچ وجه لود نکنید. اگر لود کردین دیدین که ستتون اجرا نمیشه، اون موقع بیاین دوباره فقط پی سی ام رو بزنید. خب این رو بزنید. پس این استایل که خیلی راحته و یس. اگر رو استایلتون فاوریت باشه تو کیبورد های پیا 700 و 1000، اگه ستتون فاوریت باشه ببینید اینها رو لود نمیکنه، چون تو کیبورد پیا 700 و 1000 فاوریت نداره ولی رو پیا 4 هست. پس اون کسایی که پیا 700 یا 1000 دارند اگه ستشون تو قسمت فاوریت ها ریتمی داره توش، باید این رو به صورت دستی لود کنن. یعنی دستی بیارن بزنن تو یوزر مثلا 6 7 8 اینجوری دستی لود کنن. اون یوزر 1 و 2 و 3 به صورت خودکار میره سر جای خودش، ولی اینها رو باید خودتون به صورت دستی. چرا؟ چون ببینید الان تو اینجا تو یوزر من مثلا کو فاوریت نداره، اینجا میبینید کلا یوزره، ولی تو پیا 4 هست. تو پیا 4 اینجا با فاوریت 1 2 3 4 تا فکر کنم تا 12 است. بعد میره یوزر 1 و 2 و 3 مثل همون کیبورد پیا 600 و 900 و تری. یعنی سیستم این چیدمان استایل پیا 4 دقیقاً شبیه پیا 600 و پیا تری و پیا 900. خب پس شما تو اینجا اینها رو باید تک تک لود کنید. خب اینها رو بس این فقط ساوندش اینجا یکم زمان بره تا لود بشه و لودش میکنید. اگه لود شد که کامل و تموم شد میزنید ریتمتون پخش میشه. اگه پخش شد اگه ریتمتون پخش شد و مشکلی نداشت برین ستون باش کار کنید. اگه دیدید نه ریتمم مشکل داره، ریتم پخش نمیشه، پی سی ام رو بیایید دوباره لود یک بار پی سی ام لود کنید. پس در مرحله اولتون پی سی ام رو لود نکنید، همون ساوند رو لودش کنید. به این صورت خیلی راحته. دیگه من ویدیو رو بیشتر از این طولانی نمی کنم. این بود آموزش لود در کیبوردهای جدید کورگ. امیدوارم که از دیدن این آموزش بهره لازمی رو ببرید. برای اینکه به ویدیوهای جدید ما دسترسی داشته باشید لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگه تو آپارات دارید این ویدیو رو میبینید کانال ما رو دنبال کنید. اگه تو یوتیوب میبینید کانال ما رو
سابسکرایب کنید تا به ویدیوهای جدیدی که ما میذاریم دسترسی پیدا کنید. همه شما رو به خدا میسپارم. فعلا خدا نگهدار.